مقامات قرقیزستان برای بررسی موضوع مرز 5 اپریل به تاجیکستان می آیند. سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت موضوع صحبت نقاط بحثی مرزی می باشد که هنوز علامت گذاری نشدند. نصف زیاد خط مرز معین شده است. مسئله مشکل تنها در منطقه‌ای که مناقشه سر می‌زند باقی مانده است. این مسئله را باید حل کنیم. اگر حل نکنیم برای همیشه چنین مناقشه ها باقی خواهند ماند. то будет у нас без конца такие конфликтные ситуации. 13 و 14 مارس در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد که جان 2 نفر را برد. این ماجرا بعد آن سر شد که ساکنان دهات واروخ تاجیکستان با کارهای ساختمانی راه بادکن آقصای تمدیق مخالفت کردند. مقامات تاجیک میگویند در این نشست هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان همین قطعه‌های بحثی بررسی می‌شوند. در نظر است در مذاکرات معاون سروزیر قرقیزستان جینش رزاقوف شرکت کند. من چند پیش در آنجا بودم. هرچند شرایط برای زندگی کردن وجود دارد ولی باید خوب کرد. باید دولت به مردم شرایط خوبی زندگی فراهم کند و با آب دسترسی داشته باشند. И государство должно этим вопросом заниматься. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است.